بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سپاره چهارم هستیم که سوره آل عمران است، آیت 152. موضوع از این آیات بعدی که می امو مسئله احد است که مسلمان ها در احد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تعداد از رمات در امو کوی که بود گفت شما در اموجا باشین 50 نفر و شما از اونجا پایین نشین. ولی الله متعال میگه بعضی اوقات از مسلمان ها بعضی از اجتهادات می باشه که در او اجتهاد خود اونا اشتباه میکنن، لکن اگر انسان مسلمان باشه و مخلص باشه ولو که در اجتهاد خود اشتباه کرده باشه، الله متعال امو اشتباه و سهو از او را میبخشه و برش الله متعال اجر میده. ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد و یقینا که صدقکم الله راست نمود الله متعال برای شما وعده اشرا اذ تحسونهم وقتی که شما از بین میبردید و به قتل میرساندید امو دشمنای الله را به اذنه به اجازه الله، حتی تا زمانی که اذا فشلتم وقتی که شما سستی کردین. فشل ناکامی رو میگن، ناکام شدن یعنی وقتی که سست شدین برتان یک ناکامی ایجاد شد. و تنازعتم و منازعه و گفتگو کردین فی الامر در امور. اینجا اختلاف شد چی شد که چی است پایین شویم یا نشویم. و عصیتم و نافرمانی کردین من بعد ما بعد از اینکه شما اراکم نشان داد برای شما چی را ما تحبون آنچه را که دوست داشتین. وقتی که مسلمانان را الله نشان داد که اونا پیروز شدن، دیگه در اینجا اینا در بین خود که آیا پایین شویم یا پایین نشیم در اینجا اختلاف کردن. منکم من یرید الدنیا، بعضی از شما ارادهش چی است؟ طلب دنیا هست. و منکم من یرید الاخره، و بعضی از شما هم آخرت میخواین. ثم صرفکم، باز شما را منصرف کرد عنهم از ایشان لیبتلیکم تا شما را امتحان بکنه. ولقد عفا عنکم، از آخرش الله متعال میگه با وجود از اینکه ایرومات از ایکو پایین شدن لکن الله متعال اینا را عفو کرد. حالا دیگه باید کسی سر از اونا تبصره منفی نداشته باشه. چرا؟ اونا وقتی یک اجتهاد کردن در اجتهاد خود اشتباه کردن، الله متعال گفت من امی خطا و اشتباه شما را عفو کردم. حالا دیگه باز کس حق نداره بعد از شنیدن این آیت قرآن باز بخواد سر صحابه انتقاد بکنه. چرا؟ ولقد عفا عنکم، یقینا که الله عفو کرد از شما. والله الله متعال ذو فضل، بسیار صاحب فضیلت است علی المؤمنین بر مؤمنان، چون اینا مؤمنای واقعی بودن لکن از پیشان یک اشتباه شد. الله متعال گفت که من شما را عفو کردم. استو صعدون، وقتی که شما بالا می رفتین فرار میکردین به طرف کو. ولا تلون، و نظر نمیکردین و پشت سر خود هیچ نظر نمیکردن. یعنی مسلمان ها وقتی که شکست خوردن باز بالاخره طرف کوی احد همون بالا میدویدن و علی احد به طرف ولا تلون، و نظر نمیکردین روی دور نمیدادین علی احد به هیچ کس. و الرسول و رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعوکم، دعوت میکرد شما را، صدا میکرد فی اخراکم در پشت سرتان در عقبتان. فاثابکم، بس در امی لحظه رسید بر شما غم من یک غم به غم من با غم دیگه. دو غم در اینجا برشان رسید. یک غم شکست مسلمان ها بود که در جنگ بازی که رمات پایین شدن کفار غلبه حاصل کردن و یا شکست خوردن، زیاد شهدا پیدا شد در بین مسلمان ها، زیاد شهید شدن. و غم دیگه یکی غم شکست و دیگه غم دومیش که از اون کدام خطرناکتر بود که آوازه شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا کشته شده که شیطان یا دشمنای الله امی چی در بین مسلمان ها پخش کردن. و اثابکم غما بغم، پس رسید بر شما یک غم بعد از غم دیگه. لکی لا تحزنوا، تا شما جگرخون نشین علی ما فاتکم، با آنچه که بر شما فوت شده بود. یعنی وقتی که الله این چیزا را سر شما فوت کرده بود باید شما جگرخون نشین. چرا که الله متعال ولا ما اصابکم، و چیزی که بر شما رسیده بود والله خبیر بما تعملون، الله با خبر است از آنچه که شما عمل میکردین. ثم بعد از انزل علیکم، بعد از نازل کرد الله متعال بالای شما من بعد الغم، بعد از امی غم و جگرخونی امنتون، یک آرامش الله بر شما نصیب کرد. نعاسن، که مسلمانان را یک خواب پینگی سرشان آمد، اینا را خواب برد در یک جای. یغشا طائفتون، که گرفت این خواب کوتاه، طائفه منکم، یک گروه از شما را. و طائفتون، و یک گروه دیگه قد اهمتهم انفسهم، که بر از اونا بسیار اهمیت داشت نفسهایشان. اونا کدام مردم بودن؟
این منافقا بودن. یظنون گمان میکردن بالله به الله غیر الحق به غیر از حق، ظن الجاهلیت گمان جاهلیت را. یقولون میگفتن هل لنا آیه است برای ما من الامر از تصمیم گیری ها من شیء این چیزه. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الامر یقینا که تمام امور. این منافقا دیگه وقتی که صف مسلمانان را شکستان چی میفتن؟ میفتن برای ما هیچ نظر ما را کس چی نمیکنه، در نظر نگرفت. اگر نظر ما را در نظر میگرفتین ما هم نظر داشتیم، ما نمیخواستیم این قسم شوه، دیگه شما خودتان رفتین برآمدین دیگه این گپا را میزدن. برشان گفت که بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الامر كله، تمامی امور که از کلش لله خاص به دست الله هست. الله هست که هر چیز امر بکنه امر میکنه. یخفون فی انفسهم، میگه این منافقا پتو پنهان نگاه میکنن فی انفسهم در نفسایشان ما آنچه را که لا یبدون او را آشکار نمیکنن لکه بر تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یقولون باز دیگه از گپ منافقا چی است؟ لو کان لنا من الامر، میگه اگر ما در این امر در تصمیم گیری نظر ما را هم مراعات میکردن شاید چیزی ما قتلنا کشته نمیشدیم. ها اونا در اینجا قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لو کنتم اگر می بودین فی بیوتکم در منازلتان لبرز الذین، پس می رسید حتما بر کسانی که بیرون آمدن یا کسایی که مثلا در خانه هایتان باشه، پس می آمد بر کسایی که بودن چی؟ لبرز لو کنتم اگر می بودن فی بیوتکم در خانه هایتان لبرز حتما می رسید بر کی؟ الذین کسانی که کتب علیهم که بالایشان نوشته شده یعنی وقتشان رسید قتل کشتن، الی مضاجعهم در بسترشان برشان چی می آمد؟ اما مرگ می آمد در بسترهایشان اینا کشته می شدن می مردن. لکن این چی است؟ ولیبتلی الله، لکن این جهاد و صف و معرکه است، این امتحان است از جانب الله. الله ای را امتحان میکنه ما فی صدورهم آنچه که در قلبهایشان است، ولیمحص و تا پاک و تزکیه نماید چی را؟ ما فی قلوبکم آنچه که در قلبهای شماست. والله متعال علیم، بسیار عالم است بذات الصدور به آنچه که در قلبهای شما میگذرند. ان الذين یقینا کسانی که تولوا رو گشتاندن منکم از شما یوم التقى الجمعان، در روزی که دو جماعت لشکر مؤمنا و مشرکا روبرو شدن، یعنی دو جماعت مسلمانا و مشرکان وقتی که با هم روبرو شدن، لکن اینا چی کردن؟ یا روی خود گشتاندن و 300 نفر منافقی که همراه ابی بن سلول، انما یقینا که الله متعال استزلهم لغزان ایشان را، انما یقینا که استزلهم لغزان ایشان را الشیطان، یعنی اینا را لغزان که شیطان، اینا چی کردن؟ به وسوسه های شیطانی تسلیم شدن، از این خاطر الله متعال اینا را ذلیل ساخت منافقا را. چرا شیطان سر از اینا کامیاب شد؟ به بعد ما کسبوا، به سبب آنچه که خود اونا کسب کرده بودن عمل کرده بودن و او چی است؟ منافقت است. ولقد عفا الله، و یقینا که عفا نمود الله متعال عنهم از کسای دیگه مؤمنای دیگه که در صف بودن ولی با وجود از هم اشتباه کردن. ان الله غفور حلیم، یقینا که الله متعال بسیار مغفرت کننده است و بسیار با حلم و بردبار است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا لا تکونوا نشوید کالذین مانند کسانی که کفروا کافر شدند و قالوا لاخوانهم و گفتن برای برادرهایشان. آل مشرکا و منافقین چی میگن؟ میگفتن که اذا ضربوا فی الارض، وقتی که برادرهایشان برآمدن سفر کردن در زمین، او کانوا یا ای که غزن یا برآمدن برای غزا و برای جهاد، یا دیگه برازون چی میگن؟ لو کانوا عندنا، اگر به نزد ما می بود ما ماتوم نمی مردن و ما قتلوا و کشته نمی شدن. این عادت کافرها هست. کافر همیشه می گپا میزنن، منافق همیشه گپا میزنن. کوشش کنین که گپای منافقا رو نزنین که اگر یک مجاهد به شهادت میرسه یا یک نفر در تجارت خود در راه فوت میکنه، بازی میگه که اگر این کتما میشیش گپ ما را قبول میکرد دمی خانه خود سنگین میشیش نمیبرامد، باز کی کشته میشد. این گپ کافرها هست. دیگه شما اینو تکرار نکنین که ما تو نمیمردن و ما قتل لیجعل الله، تا بگردند الله متعال ذالک اینمی گپران حسرت فی قلوبهم در قلبهایشان. والله، او مردم متوجه باشین توحید ربوبیت از یادتان نره که زندگی و مرگ و اجل کلش به دست الله متعال است. والله، الله متعال یحیی، زنده میکنه و یمیت و میمیرانه. والله بما تعملون بصیر، و الله متعال با آن چیزی که شما عمل میکنید بصیر، بسیار بینا هست. ایناله ولا این قتلتم، الله متعال میگه اگر شما در راه الله چیز شوین این بسیار خوب است براتون، شهادت خود بسیار مقام عالی هست. ولا این قتلتم، و اگر شما کشته شوین فی سبیل الله، یعنی در راه الله به شهادت برسین، او یا متم یا بمیرین، لمغفرتون، یا شما حتی در هجرت باشین اموجا بمیرین کشته نشین به مرگ عادیتون، لمغفرت من الله، مغفرت از جانب الله،
است نصیب شما و رحمت الله که بر شما نصیب میشه خیرونی بهتر است مما از آن چیزی که یجمعون اینا جمع میکنن از مال و پیسه و زندگی که اینا جمع میکنن از او کده این بر شما بسیار بهتر است ولئن متم او قتلتم لالی الله تحشرون اگر شما بمرین به مرگ عادی او قتلتم یا کشته شوین لالی الله باز کلتان به طرف به نزد الله تحشرون حشر میشین باز شما میفهمین که شهید چقدر ثواب و اجر داره شما احادیث بخواین و بفهمین که بر شهید چقدر ارزش است مقام است فبما رحمت من الله لنت لهم آل الله متعال شخصیت اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود از که بعضی از صحابه در رمات از کو پایان شدن و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیششان اینا مثلا لغزش کردن لکن باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق بسیار عالی بود الله متعال برش توصیه میکنه که صحابه را دوست داشته باش و بر از اونا دعا بکو بر از اونا مغفرت بخواه اونا را عفو بکو ببین شخصیت بزرگ اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه حتی در سخت‌ترین حالات فبما رحمت ای به سبب رحمت من الله از الله هست که لنت هم که بسیار لنت نرم شده لهم برشان یعنی کسایی که نرم خو هستن نرم خویی رحمت الله هست نرم خو رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی کسایی که میگه من بسیار تند هستم و درشت هستم و سخت هستم و قاروک هستم و فلان هستم میفهمی که از رحمت الله برآمده بد اخلاق است فبما رحمت من الله پس به سبب رحمت از جانب الله لنت نرم شدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم لهم برای اصحابت بر از این مسلمان ها ولو کنت فظا ولو کنت و اگر می بودی فظا تند زبان یا تند خوی یا تند درشت می بود عمل تو یا غلیظ القلب یا سنگدل می بودی فظ تند زبان و تند خوی میگن غلیظ القلب سنگدل میگن اگر این کارا رو تو می داشتی لنفض و باز مردم فرار میکردن من حولک از اطراف تو چون رسول الله هم بسیار شیرین زبان بود بسیار خوش برخورد بود قلب بسیار نرم داشت از این خاطر کلی مردم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میرفتن آل بسیاری کساست که خود دیندار میگیره مردم از پیش چی میشه فرار میکنن بسیار استادا شاگردا از ترس سوال کردن نمیتونن بسیار کسایی که خدا میگه شیخ الحدیث است از دست بد اخلاقیش مردم از دین فرار میکنن الله متعال میگه تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله نیستی که بد اخلاق هستی ولو کنت و اگر می بودی رسول الله صلی الله علیه و آله تند زبان یا تند خوی یا درشت خوی یا در برخورد عملی تند می بودی غلیظ القلب یا سنگدل می بودی لنفض پس مردم فرار می نمیدن من حولک از اطراف تو آل چی که امی صحابه که اشتباه کردن امی رمات است الله متعال برش میگه فاعف عنهم اینا را عفو کن بگو برشان اعلان کن بگو من شما را عفو کردم رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که عفوتان کردم تمام عفو کفایت میکنه گفت نه واستغفر لهم طلب مغفرت بکو برشان خب عفوشان کو دیگه چی کو برشان دعا بکو دعای مغفرت خب این دعای مغفرت هم رسول الله صلی الله علیه و آله گفت نه یک کار دیگه بکو و شاورهم فی الامر با امرایشان باز مشوره بکو چون این که صحابه مشوره کرده بود صحابه برش مشوره دادن اصحاب جوان اینا گفتن که باید از چی بریم دمو احد دمو منطقه بریم در خود مدینه نباشیم احد از مدینه که مسافت زیاد داره تقریبا آدم که در موتر میره چند دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت وقت میگیره دیگه اونا گفت میبریم دم پیش جبل و کوه احد میریم اونجا میجنگیم رسول الله هم در اول نظرش بود که در مدینه باشه چون مشوره شد رسول الله هم به مشوره از اینا گرفت پس اینجا هست که الله متعال باش میگه ولو که با وجود از اینکه شکست هم شد لکن با وجود از هم شما دوباره چی کنین مشوره بکنین امرای اینمی اصحابت ولو که از پیششان لغزش هم شده امرایشان مشوره بکن در فی الامر در تمامی امور فاذا عزمت پس باز بر رسول الله هم آل اطمینان میته دیگه آل تو اخلاقت بسیار عالی هست عفوشان هم کرد برشان مغفرت هم خواست از پیششان گفت دیگه مشوره هم میگیرم آل الله متعال میگه فاذا عزمت وقتی که تو عزم کردی فتوکل علی الله توکل بکو به الله توکل چی است عبادت قلبی هست توکل ای است که انسان قلبا به الله توکل میکنه و با دست و عمل کار میکنه ضد توکل تواکل است توکل چی است که انسان کار نمیکنه بیکار خو میکنه میگه برای من روزی میده بازی را توکل میگن یک حاجی ها میگه آمده بودن از یمن در زمان عمر رضی الله عنه گدایی میکردن عمر رضی الله عنه گفت که شما چرا گدایی میکردین چرا کجاست خودتان مصرف ناوردین که در حج آمدین گفت نیست ما متوکلون هستیم ما متوکل هستیم گفت شما متوکل نیست شما متواکل هستین یک الف هم دیتون زیاد است خیرات خور هستین فهمیدی نه پس تو باید با دست کار کنی با قلب توکل میشه قلب عبادت قلبی که است
که در توحید الوهیت است، این چی است؟ مربوط به قلب میشه. اما دستت باید کار بکنم. این ینصرکم الله، اگر کامیاب کند شما را، فلا غالب لکم، باز کسی غلبه سر شما کرده نمیتونه. و این یخذلکم، و اگر شما را ذلیل بسازه یا ترک کنه شما را الله، فمن ذا الذی ینصرکم، فمن پس کی هست، ذا الذی آن کسی که ینصرکم نصرت و کمک کند شما را، من بعد از الله. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پس باید، و علی الله، و بر الله، فلیتوکل، پس باید توکل بکنن، المؤمنون، مؤمنان. و ما کان لنبی ان یغل، و شایسته نیست. بعضی از منافقین آمدن سر پیغمبر سم تهمت میکردن که غل و غش میکنن، العیاذ بالله، بیادبی و کفر چیز میکردن. الله متعال برشان گفت که و ما کان لنبی، و شایسته نیست برای یک پیغمبر، ان یغل، که فریبکاری یا خیانت بکنه. و ما یغلل، و هر کسی که خیانت و فریبکاری میکنه، یأتی بما غل یوم القیامه، میآید در روز قیامت با اونمو چیزی که فریب کرده. یک نفر در پشتش یک دانه موتر بار است، در موتر فریب کاری کرده. بعضی کسا رو ببینیم مثلا در اموال مثلا غنیمت فریب کاری کرده، در او هم اونمو چی هست، او در پشتش در روز قیامت هم تو میبرد زیر زمین هم تو رفته میره که کل مردم میره بشناسن رسولش کنن. ثم توفا، باز وفا کاملا پاداش داده میشه، کل نفس، برای هر صاحب نفس ما کسبت آنچه که کسب نمودن، و هم لا یظلمون، در حالی که اینا بالایشان ظلم نمیشه. افمن اتبع رضوان الله، آیا کسی که متابعت میکنه رضایت الله را، این مساوی هست که من با کسی که با برگردد به سخط، به غضب من الله، از جانب الله، و مأواه، و جایگاهی هزی باشه جهنم، دوزخ، و بئس المصیر، و بسیار زشت جای از دوزخ. یعنی هیچ وقت مؤمن و کافر با هم مساوی نباشد. هم درجاتون، بر از این مردمای مؤمن که هست درجاتون، درجه هست عند الله، به نزد الله متعال، رتبه به رتبه بلند شده میرن. والله بصیر بما یعملون، و الله بسیار بینا هست به آن چیزی که اینا عمل میکنند. لقد یقینا که من الله، منت نمود الله متعال، علی المؤمنین، بر مؤمنان. این منت الله چی است؟ بسیار منت گذاری که الله کرده، یعنی یک نعمت بسیار بزرگی که داده برشان. اذ بعث، وقتی که فرستاد، فیهم، در بین ایشان، رسولا، پیغمبر را، من انفسهم، که از میان خودشان پیغمبر است که انسان است، یتلو علیهم، تلاوت میکنن بالایشان آیاتش را، و یزکیهم، وظیفه پیغمبر چی هست؟ که تلاوت آیات قرآن است، که آیات قرآن و احادیث خدا برشان بیان میکنه. و یزکیهم، و می پیغمبر هست که قلب از اینا را تزکیه میکنه، نفسشان را تزکیه میکنه. و یعلمهم الکتاب، و تعلیم میدهد اینا را کتاب را، و الحکمت، و حکمت را. بعضی کساس میگن نه والا پیغمبر خود تنها شریعت بود، این تزکیه نبود، ما تزکیه را میریم از دیگرها یاد میگیریم. نه، سر پیغمبر تهمت میکنن. الله متعال میگه که نه، پیغمبر در پالوی ازی که آیات الله را، قرآن و سنت بر مردم درس میداد، وظیفه پیغمبر تزکیه هم بود، اخلاقیات هم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اعمال قلب، اعمالی که مثلا نفسشان پاک بود که اینکرشان رسول الله صلی الله علیه و سلم میکرد. و یعلمهم الکتاب، و الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم میداد. و یعلمهم، و تعلیم میداد ایشان را، رسول الله صلی الله علیه و سلم، الکتاب، قرآن عظیم شان را، و الحکمت، و احادیثش، سنت هایش را. و این کان، و اگر چی بودن، من قبل، و قبل از این، لفی ضلال مبین، در گمراهی بسیار آشکار. اولا ما اصابکم، آیا هنگامی که برسد بر شما مصیبتی، قد اصابتم، قبلا شما رساندین، مثلیها، دو چندی مصیبت ها را، قلتم ان هذا، گفتین چگونه این مصیبت ها به ما رسید؟ قل هو من عند الله، بگو هو من عند انفسکم، این مصیبت ها من عند انفسکم، از سبب دست خودتان است. یعنی اگر شما مؤمن واقعی باشین، لکن مصیبت که بر خودتان میرسانه به سبب از این است که خودتان اشتباه میکنین. ان الله، یقینا که الله متعال، علی کل شیء قدیر، بر هر چیز قادر است. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنین. و ما اصابکم، او مصیبتی که بر شما رسید، یوم التقى الجمعان، وقتی که روبرو شد دو لشکر مؤمن و کفر در روز احد، این دیگه فباذن الله، ای به حکم الله متعال بوده، اینمی قسم تقدیر بوده است. فباذن الله وليعلم، تا شناسایی نماید الله متعال، معلوم بکنه کی را؟ المؤمنین، انسانهای مؤمنای حقیقی را، که اینا هیچ وقت در این مسائل متأثر از جانب از الله هست. الذین، کسانی منافقت کردن،
و قیل لهم و گفتن برشان تعالوا بیاین، گفته شد برشان تعالوا بیاین قاتلوا فی سبیل الله، جهاد بکنین در راه الله، او ادفعوا یا حداقل دفاع. قالوا این منافقین گفتن لو نعلم قتالا، اگر ما میفهمیدیم، اگر ما علم می داشتیم به جنگ، لتبعناکم، باز ما از شما متابعت میکردیم. نیست ما خب والا جنگ یاد نداریم، جنگ کردن نمیتونیم، زور ما نمیرسه. هم للکفر، امی مردمای منافق بر کفر یومئذ، در روز اقرب و نزدیکتر است، منهم از ایشان للایمان، به ایمان. یعنی بسیار اینا از ایمان که به کفر نزدیک هستند، چون اینا منافق هستند. چی صفات دارن منافقا؟ یقولون بافواههم، میگویند به زبانهای خود، ما آنچه را که لیس فی قلوبهم، نیست در قلبهایشان. والله و الله متعال اعلم، بسیار عالم است، بما یکتمون، با آنچه که اونا او را کتمان و پت میکنن. الذین، کسانی که قالوا گفتن لاخوانهم، برای برادرایشان. این صفت دیگه منافقا هست. منافقا همیشه در تبلیغات بسیار قوی هستن، خوب در ژورنالیسم دستشان پیش است، در رسانه ها بسیار گپ میزنن. باز منافقا در سلام هم گپ میگن. الذین، منافقان قالوا گفتن لاخوانهم، برای برادرایشان، و لاخوان، برای کسایشان، و قعدوا، و کسایی که امرایشان از جهاد شیشته بودن، بر از اونها باز چه قسم تبلیغ میکردن؟ لو اطاعونا، اگر این مجاهدین ما را اطاعت میکردن، گپای ما را قبول میکردن، نصیحت ما را قبول میکردن، ما قتلوا، کشته نمیشدن. قل، برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، فدرؤوا، پس منع کنید، ان انفسکم موتا، از نفسایتان مرگ. چقدر منافق و کافر میمیره، مردار میشه، از خود مرگ دور بکنین. آیا کسایی که نرفتن یا نمردن؟ این کنتم صادقین، اگر شما رازگویان هستین. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، و شما گمان مکنین، بر کی چی گمان نکنین؟ الذين، کسایی که قتلوا، به شهادت رسیدن، قتل شدن، فی سبیل الله، در راه الله، یعنی مجاهدین که در راه الله به شهادت رسیدن، شما ایره محاسبه نکنین در جمله چی؟ امواتا، مرده ها، یا را نگوین که مرده هستن، بلکه اونا در عالم غیب، در عالم برزخ زنده هستند. بل احیاء، بلکه زنده هستند، عند ربهم، لکن زندگیشان در دنیا نیست. عند ربهم، در چی است؟ در عالم برزخ است. عند ربهم، به نزد پروردگارشان. یرزقون، رزق میخورن. یعنی کسایی که دیگار میمونه که بازی شهید میخوره و فلان میخوره، یا دروغ میگن. چرا؟ شهدا که هستن، نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله، شهدا، اینا در عالم برزخ پیش الله از باغهای جنت اونا غذا میخورن، آب مینوشن. به این غذای چتل تو خود ضرورت داره که تو راوری در کاست بوی میته، او را میمونه که باز شهیدا میخورن. دروغ میگن، به نام شهید میگن، باز خودشان میخورن. فهمیدی؟ یعنی اکثرشون دروغ میگن، از به نام شهید، به نام فلانی میگیرن میخورن. مثل بت پرستا، یه دیگه یک خوراک میگه، باز بت پرستا 10 خوراک 20 خوراک میگه. چی میگه؟ می بت‌ها میخورن. و بت بیچاره قرار استاد سه چیز خوردن، باز کلش خودشان میخوردن، کلایشان کتک کتم چاق چاق. فرحین، باز اینا بسیار خوشحال می باشند. کی؟ شهدا. وقتی که پیش الله از جنت الله رزق میشن، به خاطر این مقام بزرگی که دارن، آل میگه شهدا بسیار خوشحال می باشند در عالم برزخ. بما آتاهم الله من فضله، به چی خوشحال می باشه؟ با آنچه که الله متعال برشان داده از فضل و احسانش. و یستبشرون، و خوشحال و شادمان هستند، بالذین، با آن چیزی که لم یلحقوا، هنوز ملحق نشدن. چی میگن؟ بهم، با آنها، من خلفهم، بعد از اینشان بشارت میده که انشالله دیگه شهدا هم میاد، دیگه دوستایتان میاد، دیگه برشان چی میاد؟ دیگه بشارت دیگه برشان چی داده میشه؟ برشان بشارت داده میشه که از این خود نعمت‌های خوردنی ها بود، و خوشحال و شادمان میباشند. به چی؟ بالذین، به خاطر مسلمان، لم یلحقوا، که ملحق نشدن، بهم، به ایشان، من خلفهم. باز بشارت دیگه چی میگه؟ که الله خوف، ای مسلمان های شهدا خوف نداشته باشین، ولا هم یحزنون، جگرخون هم نباشین، که ان شاء الله تعالی شما مقام های بسیار عالی و بهتری را الله براتان. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، بر از اینا بشارت داده می شود. یستبشرون، بشارت و خوشخبری داده می شوند، بنعمت، به نعمت های، من الله، از جانب الله، و فضل، و فضیلت از جانب الله. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و ان الله، و یقینا که الله متعال، لا یضیع، ضایع نمیکنه، اجر المؤمنین، اجر پاداش مؤمنان را. کدام مؤمنان؟ الذين، او مؤمنانی که استجابوا، اجابت میکنن، یعنی اطاعت میکنن و قبول میکنن، لله، به اوامر الله را، و الرسول، و همچنان سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و هدایات رسول الله صلی الله علیه و سلم را،
من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه برشان جراحت و زخم رسید. للذین احسنوا منهم، للذین برای کسانی که احسنوا احسان و نیکی نمودن، منهم از ایشان، واتقوا و تقوا نمودن، اجر عظیم، الله متعال میگه اجر و پاداش بسیار بزرگ برشان هست. الذين او کسانی که قال لهم الناس، مرگف برشان مردم که ان الناس قد جمعوا لكم، قوای ناتو قوای کفر کلش بر شما جمع شدن، فخشوا هم پس بترسین که این کافرها کلشان دست خدا یکی کدام میخواین شما را از بین ببرن. اینا مجاهدین حقیقی که در اونجا بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، فزادهم ایمانا، انوز هم کثرت کفار ایمان از اونا را چی کرد؟ بیشتر کرد. هر چی که از جانب الله هست به عوضی که بترسن، بلکه هنوز قوی الایمان شدن. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن همین مجاهدین حسبنا الله، کافی از بر ما الله سبحانه و تعالی، و نعم الوکیل، و بسیار بسیار مدافع و دفاع کننده خوب ما الله هست. اگر الله از ما دفاع کنه باز اونها هیچ چیز کردن میتونن. فانقلبوا بنعمت من الله، پس برگشتن، فانقلبوا پس برگشتن، بنعمت من الله از جانب الله، و فضل و فضیلتی که لم یمسسهم سو، برشان هیچ بدی نرسید، و اتبعوا رضوان الله و متابعت کردن رضایت الله. لم یمسسهم سو اینجا سکن الله متعال میگه بر مسلمان ها هیچ بدی نمیرسن. اگر کامیاب شدن در میدان جهاد برشان چی از غنیمت است، این غازی شدن، رتبه بسیار عالی را گرفتن، و اگر به شهادت رسیدن مقام بزرگ جنرالی را پیش الله گرفتن، هیچ نقص نمیکنن. و اتبعوا متابعت کردن رضوان الله از رضایت الله، و الله متعال ذو فضل بسیار صاحب فضیلت عظیم بزرگ است. آل خیبرنامه شیطان چی هست؟ این کسایی را که میترسانن میگه انما ذالکم الشیطان، ای کار شیطان است. انما یقینا که ذالکم ای کار چی است؟ شیطان است که یخوف و میترسانه اولیاءها، دوستایش را شیطان میترسانشان که اشکو حرکت نکنی، اشکو هیچ گپ نزنی، یک گپ مخالف کافرها بگی گپت خراب میشه، اشکو نکنی، قرار مرغ واری بشی، قرار تمام روز دیگه سرکت خم، بی غیرت، بی ایمان، بی عزت زندگی بکن و برو خدا خوب اما تو چپراسی و پیاده و بادیگارد کافرها شو. این کلش برنامه های شیطان های انسانی و شیطان های جنی هست. الله متعال میگه سکن، الله متعال خب کلام الله هست، میگه انما ذالکم، اینمی کار کس، اینمی شخص یا کسی که کار میکنه و از اینا چی از شیطان است. شیطان چی میکنه؟ یخوف و میترسن اولیاءه، دوستای خود را. فلا تخافوهم، پس اگر شما مسلمان حقیقی هستین، یک باب توحید در خوف است. توحید در خوفی است که تو فقط باید از الله بترسی. فلا تخافوهم، پس نترسید ازشان. و خافونی، و فقط از ما بترسید. اینجا خافونی بود یا را حذف کردن، کسری نون به معنای است که یا اینجا حذف است. و خافونی، و بترسید فقط از من، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین، از کافر و بیدین و مرتد و مشرک و منافق نترسید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بعضی اوقات رسول الله صلی الله علیه و صحابه و مسلمانان جگرخون میشن که این بسیار مردم کافر شدن، بیدین شدن، والله چی خال شود. الله متعال میگه ولا يحزنك، و جگرخون نسازد تو را، الذين کسان را که یسارعون، سرعت پیشرفتی میکنن در کفر، در کافر شدن میرن، خلقی میشن، پرچمی میشن، کمونیست میشن، مرتد میشن، دموکرات میشن، سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات میشن، و یا سیکولر میشن، و یا میرن در حرکت هایی که حرکت هایی که روشن فکر و جوان فکر و چطور فکراوی گپاره میرن، مرتد میشن، کافر میشن. میگه هیچ طور جگرخون نسازه کسایی که سر پیش دستی میکنن در رفتن به کفر. انهم، یقینا که ایشان، لا یضر الله شیئا، هرگز بر الله ضرر رساندن نمیتونن، شیئا هیچ چیزی. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، یا چرا یا خب مردمای خوب بودن سابقا میگفتن که ما بسیار دیندار هستیم، مترسیم حالا یا چطور رفتن کافر مرتد شدن؟ میگه به خاطری که الله این منافقا را از قلبایشان میشناخت. یرید الله میخواد لا یجعل لهم، که نگردانه بر از این مردمای منافق، حظا فی الاخرت، هیچ نصیبی در آخرت، که باز بگن در آخرت که ما خو مردم خوب بودیم، مت بودیم. این باز کل مسلمان ها سر شهادت میده که تو خودت کافر نشده بودی، مسجد مکان تروریستی نمیگفتی، مسلمان ها را تروریست نمیگفتی، قرآن کتاب تروریسم نمیگفتی، تو خودت میخواستی مجالس اسلامی را دشنام میدادیم. ای به خاطر است که الله نمیخواد که بر از اونها هیچ نصیبی در آخرت باشه.
ولهم عذاب عظیم. الله متعال بر ازنا عذاب دردناک بزرگ، اما تو بزرگ عذاب برشان آماده کردن. ان الذين یقینا کسانی که اشتروا خریدن کفر بالایمان، در مقابل از دست دادن ایمان خدا به دلار فروختن، ایمان خدا به چند یورو فروختن، به یگان بکسی از دلار، به یگان موترک، به یگان خانگک ایمان خدا فروختن. لا یضر الله شیئا، هرگز ضرر رساندن نمیتونن برای الله شیئا چیزی، ولهم و برایشان است عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم. الله متعال میگه خیلی کافران الله چرا زود نمیگیرن؟ میگه گمان نکنن الذين، کسانی که کفر و کافر شدن، که انما نملی لهم، وقتی که ما برشان مهلت میتیم، خیرنی برشان بهتر است، خیرون بهتر است لانفسهم، بر نفسایشان. انما الله متعال میگه نملی لهم، ما برشان یک مهلت میتیم، لیزدادوا اثما، تا که خوب گناه های از یا زیاد شوه. بازیگه نگوی گناهگه که من خود کم است، بان که خوب از صغیره به کبیره است، کبیره بسیار، به کفر، به شرک، به ارتداد، به مرتد شدن، به دوستی با کفار، با خدمت کردن با کفار، ایستاد شدن با دشمنای الله. الله متعال میگه تا خوب گناه های زیاد شو، ولهم، و برشان در روز آخرت بر علاوه عذاب علیم میگه، عظیم میگن. باز در اینجا میگه که عذاب برشان میکنیم که خوب توهین هم میشن، در مقابل کل مخلوقات استاد میشن. که اینه میبینی فرعون عصره، میبینی کافره، میبینی کافر پرسته. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. الله متعال میگه که ما کان، این قسم نیست که الله متعال چی کند، لیذر، ترک بکنه، المؤمنین، مسلمان ها را، على ما انتم، به شکلی که شما هستید، علیه، بر آن، حتی تا زمانی که، یعنی شما مسلمان ها همین قسم نمیگذارم، بلکه الله متعال در بینتان اینمی قسم احکام خود داخل میکنه. جنگ بین کفر و مسلمان شروع میشه. چرا؟ حتی تا وقتی که یمیز، تمیز بکنه، فرق بکنه الله متعال الخبیث، انسانهای خبیث و پست و کافر و منافق، من الطیب، از انسانهای مؤمن حقیقی. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و این چیزی نیست که الله شما را مطلع به غیب بسازه، ولکن الله، لکن الله متعال یجتبی، اختیار میکنه، من رسوله، از پیغمبرانش، من یشاء، هر کس را بخواهم. فآمنوا بالله، پس ایمان بیاورین به الله و رسوله و به تمام پیغمبرای الله. و ان تؤمنوا، و اگر شما ایمان بیاورین، و تتقوا، و تقوا بکنین، فلکم اجر عظیم، پس الله متعال بر شما اجر بسیار بزرگ میده. ولا يحسبن الذين، و گمان نکنن، الذين، کسانی که یبخلون، بخیلی میکنن، بما آتاهم الله، آنچه که الله برشان داده، با وجودی که خوب مال دارن، امکانات دارن، خود در بخیلی زدن، من فضله، از فضل الله، که هو خیر لهم، که امی بخیلی کردن، عدم انفاق در راه الله، ای برشان به خیرشان است. بل هو شر لهم، بلکه اینمی بخیلی کردن شر از برشان. سیطوقون، باز مثل طوق واره میشه، زود مثل طوق واره در گردنهایشان انداخته میشه. ما آن مالهایی که بخیلی کردن در راه الله، او را مصرف نکردن، بهی به آن، یوم القیامت، ای مثل طوق واره در چه وقت میشه؟ در روز قیامت مالهایشان در گردنشان طوق آتشی برشان جور میشه. ولله، و خاص برای الله هست، میراث السماوات، میراث آسمان ها و زمین. این مال تو مال الله هست، این بر خاطر دین الله مصرف بکن. وقتی که برش گفته میشه که این پول به خاطر رضایت الله، فی سبیل الله، برای مسلمانان، مهاجرین، مجاهدین کمک بکن، باز اینجا ببین قرار بخیلی میکنه. والله بما تعملون خبیر، و الله متعال با آنچه که شما عمل میکنین بسیار با خبر است. لقد سمع الله، یقینا که شنید الله متعال، قول الذين، سخنان کسانی را که قالوا، گفتن، ان الله فقیر و نحن اغنیا. یهودیا میگه کافر شدن. چرا یهود کافر شدن؟ واقعا میگفتن که ما لا اله الا الله، موسی کلیم الله، اونا کلمه میخواندن. چرا خی کافر شدن؟ چرا مرتد شدن؟ میگن به خاطر یهود کافر و مرتد شدن لعنت سرشان آمد که بی ادب بودن. بی ادبیشان چی بودن؟ که وقتی که الله متعال برشان میگفت که صدقه بدین، بازیا میگفتن چرا الله از ما صدقه و زکات میخواد؟ الله فقیر است، ما غنی هستیم. اینی سبب کفرشان است. الله متعال میگه لقد، یقینا که سمع الله، شنید الله متعال، قول الذين، سخنان کسانی را که قالوا، گفتن، ان الله فقیر، العیاذ بالله، العیاذ بالله، این کلمه کفری را استعمال کردن، بی ادبی کردن در مقابل الله، گفتن الله فقیر است و نحن اغنیا، ما غنی هستیم.
سنکتب زود نوشته میکنیم ما قالوا آنچه را که اینا گفتن و قتلهم الانبیا و دیگر کار بد زشتشان چی بود که یا پیغمبرها را به قتل رساندن بغیر حق بدون حق و نقول و باز میگیم برشان ذوق و عذاب الحریق بچشین عذاب بسیار دردناک را ذالک امی عذاب چرا میچشن بما به سبب آنچه که قدمت تقدیم نموده است ایدیکم دستای شما و ان الله لیس بظلام للعبید و ان الله و یقین داشته باشید که الله متعال که است لیس نیز بظلام ظلم کننده للعبید بر بنده ها الذين قالوا الذين کسانی که قالوا گفتن ان الله یقینا که الله عهد الینا عهد کرده بر ما الله نؤمن لرسول که ما به پیغمبر ایمان نمیاریم سه که این تهمت سر الله کردن حتی یاتینا بقربان تا وقتی که بر ما یک دانه قربانی بیاره برو بر ما یک دانه گوسفند بیار قربانی کو باز آتش بگیره و در بته تاکله النار بازو قربانی را آتش بخوره اینا گفتن ما او وقت باز ترچ میگیم قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قد جاءکم یقینا که آمد برای شما رسولان پیغمبران من قبل و قبل از این من قبل یعنی قبل از ما بالبینات با دلایل روشن و بالذی قلتم و با آن چیزی که شما گفتین یعنی هر خواسته های شما رو پورا کردن فلما قتلتموه پس شما چرا او پیغمبران را به شهادت رسانید قتل کردید ان کنتم صادقین اگر شما رازگوی هستین فان کذبوک آل به خاطر پیغمبر سند قلبش تسلیت میتکه پیغمبر ای دعوتگر مسلمان جگرخون نباش این تکذیبی که دشمنا میکنن مردمای بی ایمان میکنن تنها مربوط نیست قبلا همین کارهای زشت میکردن فان کذبوک پس اگر اینا تکذیب کردن تو را فقط کذبت پس یقینا که تکذیب کرده شد رسول پیغمبران من قبل که قبل از تو جاء و آمدن بالبینات با دلایل روشن و الزبر و کتابهای مشتمل بر پند و اندرز والکتاب المنیر و کتاب بسیار روشن کل نفس ذائقة الموت فکرتان باشه که هیچ کس زنده نمیمونه هیچ مخلوق بغیر از الله کل نفس از هر مخلوقی که نفس میکشه ذائقة الموت میچشه ذائقه امو لذت مرگ چرا این ذائقه میگه به خاطر از اینکه بسیاری کسایی که از مرگ بیخبر هستن میترسن از مرگ بگو خیر از میچشی هیچ رای ندن کل نفس ذائقة الموت و انما و یقینا که توفون پورا داده میشین وفا کرده میشین اجورکم با اجرهایتان یوم القیامه در روز قیامت فمن زحزح حال میگه کامیاب حقیقی پیش الله کی است فمن پس کسی کامیاب است که زحزح کشیده شد عن النار از آتش دوزخ و ادخل الجنه و داخل شد به جنت فقد فاز یقینا که این انسان کامیاب شد که از دوزخ نجات یافت یعنی انسان کامیاب شده که چی از دوزخ نجات یافت و جنت حاصل کرد فقط فاز پس یقینا کامیاب و پیروز است و مل حیات دنیا و نیز زندگی دنیا الا متاع الغرور مثل یک متاعی که انسان مغرور میسازه متاع چی بود دیروز که ما شما گفتیم نه که عالم گفت که متاع همون یک چیزی که ظرف حرکتش پاک میکنی بسیاری کسا می دست پاکای خودم بسیار خوشحال میشه چه خود دست پاکای لطف خریدی و ابریشمی است دستای پاک کن لا تبلون شما حتما امتحان کرده میشوین فی اموالکم در مالهایتان و انفسکم و در نفسایتان سعی که آل بر مسلمانان ای مسلمان ها فکرتان باشه وقتی شما از قرآن و سنت پیروی میکنین حتما الله شما را امتحان میکنه در چی امتحانتان میکنه لا تبلون حتما امتحان میشن فی اموالکم در مالهایتان بعضی اوقات چور میشه مثل که مالهای مسلمان ها چور شد وقتی که به هجرت کردن کل مالایشان کافرها چور کردن لا تبلون پس شما حتما امتحان میشین فی اموالکم در مالهایتان و انفسکم در نفسهایتان یعنی به شهادت میرسین زخمی میشین بندی میشین مشکلات میبینین ولا تسمعون من الذين و حتما میشنوین من الذين از کی از کسانی که اوتل کتاب برشان داده شده است یعنی از اهل کتاب من قبلکم بر کسایی که قبل از شما کتاب داده شده از زبان از بسیار چی را میشنوین و من الذين اشركوا حتی از مشرکا و مرتدها و مشرکا و مثلا بدعتکارایی که در عصرتان است چی میشنین اذن کسی را بسیار اذیت در روان میباشه یک نفر دشنام میته موحده چرا دشنام داده بیادر جان میگه به خاطر از اینکه تو موحد هستی تو چرا کلمه لا اله الا الله نمیگی این الله متعال میگه شما حتما از این مردمای مشرک و بیدین ضرر میرسن برتان و این تصبروا اگر شما در مقابل می دشنام هایشان می ضرر هایشان می بدبختی هایشان برنامه کفریشان صبر بکنین و تتقوا و تقوا کنین فان الله پس یقینا که الله متعال فان ذلك پس یقینا ذلك این هست من عزم الامور از اراده قوی یا محکم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين